ردبول میلیون ها دلار پول داد تا مردم محصولاتش رو بندازن توی سطل آشغال. چرا یک برند باید هزینه بده تا قوطیاش تبدیل به زباله بشه؟ جواب این سوال پایه و اساس امپراتوری میلیارد دلاری ردبول شده. وقتی ردبول قصد داشت وارد بازار لندن بشه، هیچ کس نمی‌خریدش. دیدگاه مردم این بود که چه نوشیدنی عجیبیه، مزه دارو میده. تبلیغات بیلبوردی هم براشون هزینه بردار بود. اما ایده ای شکل گرفت که مسیرشون رو کلاً عوض کرد. اونا به جای تبلیغ دانشجوها رو استخدام کردن. اما کارشون چی بود؟ اینکه قوطی‌های خالی ردبول رو جمع کنن و برن دونه دونه توی سطل زباله‌های اطراف دانشگاه و کلاب‌های معروف اونا رو باهاش پر کنن. فکر کنید دارید از اون مناطق رد میشید و سطل زباله‌ای می‌بینید که پر شده از قوطی‌های ردبول. مغزتون چی میگه؟ همه دارن اینو میخورن. حتما خیلی خوبه که اینقدر مصرف بالاست. فروش ردبول یه شبه منفجر شد. چرا؟ چون اونا میدونستن که ما انسان‌ها ذاتاً جمعی پذیر هستیم و همون اصل تایید اجتماعی. وقتی نمیدونیم چی خوبه، نگاه می‌کنیم بقیه دارن چی مصرف می‌کنن. منتظر نشینین تا مشتری‌ها زیاد بشن تا شلوغ دیده بشین. شلوغ نمایی کنین تا مشتری‌ها زیاد بشن. گاهی وقتا لازم خودتون اولین صف رو بسازین تا بقیه بیان که توی صف شما وایسن. پروا، معمار رشد برندها و افزایش فروش.